به نام خدا، درود بر شما هنرجویان عزیز نخبه حساب. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از مجموعه آموزش‌های رایگان گروه آموزشی نخبه حساب. قبل از اینکه بریم در رابطه با موضوع بسیار مهم نسبت‌های مالی و نقششون در حسابداری صحبت بکنیم، خدمتتون با درس کنم که برای اون عزیزانی که برای اول هستش ما رو دنبال میکنن و ویدیوهای آموزشی ما رو میبینن یه معرفی کوتاهی داشته باشیم. من امیر محمد خورسندی هستم، مدرس حسابداری و عضو گروه آموزشی نخبه حساب. همچنین افتخار این رو داشتم که نویسنده کتاب ایستگاه پایانی تهیه صورتهای مالی هم باشم. برای اون دسته از عزیزانی که در جریان نیستن و تازه با ما آشنا شدن، همونطوری که روی صفحه مشاهده میکنید ما یک کد تخفیفی رو برای شما عزیزان توی صفحه به نمایش گذاشتیم که این کد در واقع برای اون دسته از عزیزانی هستش که میخوان با استفاده از کد تخفیف این کتاب ارزشمند رو تهیه بکنن و با هزینه ارسال رایگان دریافتش بکنن. خدمتتون عرض کنم که دوستان عزیز، ما قراره تو این جلسه در رابطه با اهمیت نسبت‌های مالی صحبت بکنیم با هم دیگه. پس با هم دیگه وارد اسلایدها بشیم که من توضیحات رو خدمت شما عزیزان ارائه بدم. خب دوستان عزیز، ما اولین بحثی که داریم در رابطه با تعریف نسبت‌های مالی هستش. ببینید دوستان عزیز، ما نسبت‌های مالی رو اینطوری تعریف می‌کنیم که یک سری ابزار هستن و این ابزار به ما کمک می‌کنه که ما بیایم برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی خودمون، برای مثال تحلیلگران و سرمایه‌گذاران و افرادی که میان از این اطلاعات استفاده میکنن، ما برای این عزیزان میایم یک بستری فراهم میکنیم با استفاده از این نسبت‌های مالی. این نسبت‌های مالی میان بهشون کمک میکنن که هم وضعیت مالی شرکت رو درک بکنن و هم بتونن برای آینده شرکت تصمیمات مهمتری اخذ بکنن و البته این تصمیمات با استفاده از این ابزار به صورت کاملا آگاهانه و دقیق خواهد شد. خب بریم با هم توی اسلاید ها. همونطوری که خدمتتون عرض کردیم، نسبت‌های مالی در واقع ابزاری هستن که نقش اساسی دارن و وضعیت ما رو در شرکت نشون میدن، پس ما رو ارزیابی میکنن. همچنین به استفاده کنندگان میان کمک میکنن که درکی داشته باشن از وضعیت مالی ما. همچنین گفتیم که تحلیلگران و سرمایه‌گذاران میتونن بیان از این اطلاعات استفاده بکنن و تصمیماتی آگاهانه برای آینده اون شرکت مد نظر اخذ بکنن. تا اینجا اومدیم در رابطه با نسبت‌های مالی صحبت کردیم دوستان عزیز. حالا میخوایم در رابطه با علت اهمیت نسبت‌های مالی صحبت بکنیم. خدمتتون عرض کنم که دوستان عزیز، ما از این جهت میگیم نسبت‌های مالی بسیار مهمه که خب گفتیم ارزیابی میکنیم در واقع وضعیت مالی شرکت رو و میایم قدرت خودمون رو در پرداخت تعهدات و بدهی‌ها میسنجیم. همچنین میایم چک میکنیم که آیا ما با استفاده از این ارزیابی‌های انجام شده از وضعیت مطلوبی برخوردار هستیم یا خیر. یعنی ما فعالیتمون دارای نقاط قوت هستش یا دارای نقاط ضعف. اگر هست چطور میتونیم این نقاط ضعف رو بیایم و تبدیلشون کنیم به نقاط قوت. همچنین از نظر سطح ریسک و وابستگی شرکت به منابع حالا مخصوصا خارجی ما میتونیم نسبت به این قضیه هم آگاه بشیم با استفاده از همین ابزاری که خدمتتون عرض کردیم نسبت‌های مالی هستند. و در رابطه با حاشیه سود خالص، سود ناخالص و سود عملیاتی و تمام این موارد،
ما میتونیم بیایم به راحتی درک وضعیت مالی خودمون رو بهتر انجام بدیم و به درک بهتری برسیم. پس دوستان عزیز، تا اینجا ما فهمیدیم که این موارد از موارد اهمیت بسیار بالای در واقع نسبت‌های مالی هستند. بریم با هم دیگه توی اسلایدها بررسی کنیم. همونطوری که خدمتتون عرض کردیم دوستان عزیز، ما میایم نقدینگی خودمون رو بررسی میکنیم، ببینیم که تعهدات شرکت به چه گونه قرار پرداخت بشن، ما قدرتمون در این نظر چه میزان هستش. همچنین گفتیم که سودآوری و اون حاشیه سود خالص، حالا ما ناخالص و عملیاتی هم بهش اشاره کردیم، میایم اینا رو بررسی میکنیم، ببینیم که به چه صورت هستش، ما وضعیتمون چگونه هستش. همچنین اهرم مالی رو هم بررسی میکنیم و میبینیم که آیا ما چقدر شرکتمون سطح ریسکش بالا هستش و چقدر وابستگی به منابع، مخصوصا منابع خارجی داره. و مورد بعدی هم که خدمتتون اشاره کردیم، بررسی کارایی عملیاتی و نقاط ضعف و قوت مالی شرکت بودش. حالا ما در رابطه با کاربرد اصلی این نسبت‌های مالی اگه بخوایم خدمت شما عزیزان توضیحاتی رو ارائه بدیم و بخوایم ببینیم که این کاربرد اصلی این نسبت‌ها چی هستش، ما خدمتتون اینطوری توضیح میدیم که دوستان عزیز، تحلیلگران مالی در واقع 3 تا هدف اصلی دارن که با استفاده از این نسبت‌های مالی بهشون میرسن. اولش اینه که ما میایم به عنوان تحلیلگران مالی بررسی میکنیم، ببینیم که سیاست‌های شرکت در سودآوری به چه صورتی هستش و ما آیا سیاست‌های درستی رو داریم در پیش میگیریم یا خیر؟ آیا در گذشته سیاست‌های خوبی رو در پیش گرفته ایم و لزوما حالا نباید مربوط به همین الان باشه، ما میتونیم به راحتی بیایم و اطلاعات سالهای گذشته رو هم بررسی بکنیم که بسیار بسیار مهمه، چرا که اگر تغییراتی صورت گرفته باشه ما دقیقاً با بررسی این تفاوت‌ها هستش که متوجه میشیم. خدمتتون عرض کنم بعد از اینکه ما این ارزیابی رو انجام دادیم، میتونیم بیایم یک پیشبینی بازده انجام بدیم، ببینیم که حقوق صاحبان سهام قراره چه بازدهی داشته باشن. خب سیاست‌های رفتاری رو حالا دیدیم که سیاست‌هایی که در پیش گرفتن به چه صورت هستش. حالا میایم پیشبینی انجام میدیم برای سودآوری و بازدهی حقوق صاحبان سهام. و در انتها هدفی که تمام تحلیلگران مالی بهش میرسن با استفاده از این بررسی ها اینه که بیان حالا نسبت‌های مالی رو ارزیابی بکنن و به دقت مشاهده بکنن، بررسی کنن، بعد از تجزیه و تحلیل به این نتیجه برسن که کدوم یکی از این فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوب هستش، کدوم در واقع نامناسب هستش. اصطلاحاً یک غربالگری انجام میشه و بین اون فرصت‌ها بهترین گزینه انتخاب میشه. خب همونطوری که خدمتتون عرض کردیم دوستان عزیز، گفتیم که تحلیلگران مالی به صورت کلی 3 هدف دارن. هدف اولشون چی هستش؟ این که بیان سیاست‌های شرکت رو در سودآوری بررسی بکنن، ببینن که عملکردشون به چه صورت بوده، اینکه بازده آینده رو برای صاحبان سهام بیان پیش بینی بکنن، ببینن که آیا بازده مثبت هستش یا منفی هستش و در آینده میتونن بیان بعد از اینکه مقایسه و در واقع ارزیابی نسبت‌های مالی رو انجام دادن، بهترین فرصت‌ها در سرمایه‌گذاری رو چیکار بکنن؟ شناسایی بکنن و بهترینش رو انتخاب بکنن. خب تا اینجا اومدیم در رابطه با خود نسبت‌های مالی صحبت کردیم، تعریفشون، کاربردشون و در واقع اون دلیل اهمیتشون. اما وقتش رسیده که برسیم به تقسیم بندی دسته های نسبت های مالی که ما به صورت کلی دوستان عزیز میتونیم به شما بگیم که 4 دسته ما
نسبت مالی داریم که نسبت‌های مالی نقدینگی هستن، نسبت‌های مالی فعالیت هستن، نسبت‌های در واقع مالی خود بدهی و حالا موارد دیگه که ما دوستان عزیز کلا 4 موردش رو بیشتر خدمت شما عزیزان توضیح نخواهیم داد. و موردی که هستش اینه که دوستان ما در کنار این 3 تا موردی که خدمتتون عرض کردم، یعنی نسبت مالی نقدینگی، نسبت مالی فعالیت و نسبت بدهی شرکت، یک نسبت مالی سودآوری هم داریم که ما ابتدا اینها رو خدمت شما عزیزان نام بردیم و میایم دونه به دونه هر کدومشون رو برای شما عزیزان توضیح خواهیم داد. خدمتتون عرض کنم دوستان عزیز، همونطور که مشاهده میکنید اولین نسبت مالی نقدینگی هستش، نسبت مالی فعالیت، نسبت مالی سودآوری و در نهایت نسبت بدهی شرکت. قبل از اینکه وارد اسلاید بعدی بشیم دوستان عزیز، خدمتتون نکته رو عرض کنم که این نسبت بدهی شرکت بسیار بسیار خودش مبحث در واقع مهم و گسترده‌ای هستش که ممکنه شما با اسم نسبت اهرم هم در واقع این عنوان رو بشنوید، بدونید که منظور از اون در واقع عنوان نسبت اهرم همین نسبت بدهی شرکت هستش. خب تا اینجا مطالب رو جلو بردیم، رسیدیم به نسبت مالی نقدینگی. ببینید دوستان، نسبت مالی نقدینگی اولین مورد از اون نسبت‌های مالی که ما می‌خوایم امروز توی این ویدیو خدمت شما عزیزان تعریف بکنیم. ما اول باید بیم برای خودمون این رو مشخص بکنیم که این نسبت مالی نقدینگی در واقع چه تعریفی داره و چه زمانی به کار میره. همونطوری که از اسمش پیداست دوستان عزیز، نسبت مالی نقدینگی یعنی ما میخوایم ببینیم که میزان نقدینگی شرکتمون به چه اندازه هستش. خب چرا این کار رو انجام میدیم؟ برای ارزیابی وضعیت مالی خودمون در بازه زمانی کوتاه مدت، اینکه آیا ما میزان نقدینگی خودمون به چه صورتی هستش. اگر برفرض یک موردی پیش بیاد، یک رویدادی رخ بده که ما نیاز داشته باشیم سریع بچه نقد در واقع برای خودمون فراهم بکنیم، چقدر توانایی و قدرت داریم که این کار رو بدون ایراد و در کمترین زمان انجام بدیم. که خب طبیعتا حالا ممکنه بگن برای چه رویدادهایی، مثلا یه موقعی هستش که یک هزینه‌ای به صورت کاملا ناگهانی اتفاق میفته یا یک تعهدی ایجاد میشه که ما مجبوریم در کوتاه مدت سریع پرداختش بکنیم و مواردی از این قبیل. خدمتتون عرض کنم که خود این نسبت مالی نقدینگی به 3 دسته تقسیم میشه: نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت وجه نقد. هر کدوم از اینها رو خدمت شما عزیزان توضیح خواهیم داد. همراه من وارد اسلاید ها بشیم. خب گفتیم که نسبت مالی نقدینگی دوستان عزیز برای ارزیابی توانایی شرکت در تعهدات کوتاه مدت. گفتیم اگه بخوایم ببینیم در کوتاه مدت بخوایم یک مبلغی رو فراهم بکنیم که حالا پرداختش بکنیم یا به صورت کلی نقدینگی ایجاد بکنیم و تامین کنیم، ما با استفاده از این نسبت مالی نقدینگی میتونیم بفهمیم که آیا از قدرت بالایی برخورداریم یا خیر. همونطوری هم که خدمتون عرض کردم دوستان عزیز به 3 دسته تقسیم میشه خود این نسبت مالی نقدینگی که نسبت جاری هستش، نسبت آنی یا حالا نسبت سریع هم بهش گفته میشه و در نهایت نسبت وجه نقد. خب بریم با هم دیگه شروع کنیم اولین مورد از نسبت مالی نقدینگی رو بررسی بکنیم، ببینیم که به چه صورتی هستش. دوستان عزیز برای درک و محاسبه این نسبت جاری ما صحبتی که با هم داریم در واقع به این شکل هستش که چرا به این نسبت نقدینگی میگیم جاری؟ به خاطر اینکه میخوایم ببینیم ما بدهی‌های جاری که داریم، بدهی‌های کوتاه مدتی که داریم، اگر بخوان پرداخت بشن، اگر ما فرض کنیم که الان قرار شرکت رو به هر دلیلی منحل کنیم، به هر دلیلی قراره که از ادامه فعالیت خودمون جلوگیری بکنیم، ما
به راحتی میتونیم با این نسبت جاری بفهمیم که آیا ما از قدرت بالایی برخورداریم برای تسویه این بدهی‌های جاری یا از قدرت پایین. اما خب این مهمه. چرا بهش میگن نسبت جاری؟ چون ما میخوایم ببینیم که آیا میتونیم از محل دارایی‌های جاری بدهی‌های جاری خودمون رو پرداخت بکنیم یا خیر. چی شد؟ یک بار دیگه توضیح میدم. اگر ما بخوایم بدهی‌های جاری خودمون رو از محل دارایی‌های جاری پرداخت بکنیم، قدرت نقدینگیمون بالاه توی این شرکت یا خیر. خدمتتون عرض کنم که برای اینکه ما بتونیم در واقع این نسبت رو محاسبه بکنیم ساده هستش. ما میایم دارایی‌های جاری خودمون رو تقسیم بر بدهی‌های جاری میکنیم که خب حالا یک عدد مطلوبی هستش برای شرکت ها. اصطلاحاً اگر بین 1 تا 2 باشه ما میگیم که شرکت از وضعیت مطلوبی برخوردار هستش. هرچی که حالا این نسبت بالاتر باشه بهتره و فرضاً اگر ما این نسبتمون 1 باشه یعنی اینکه ما کل دارایی‌های جاریمون رو بفروشیم، کل دارایی‌های جاری خودمون رو استفاده بکنیم برای تسویه، میتونیم کل بدهی‌های جاریمون رو پرداخت بکنیم. اگر 1.5 باشه این نسبت که یعنی ما 1.5 برابر بدهی‌های جاریمون دارایی جاری داریم که میتونیم بیایم چیکار کنیم؟ بدهی‌ها رو باهاش پرداخت بکنیم. اگر این نسبت 2 باشه یعنی ما 2 برابر آنچه تعهد داریم پرداخت کنیم، آنچه بدهی داریم، دارایی داریم توی شرکت و خیلی وضعیتمون مطلوب هستش. خب بریم دوستان عزیز با هم دیگه بررسی کنیم توی اسلاید ها. گفتیم که نسبت جاری میاد توانایی باز پرداخت تعهدات رو از محل دارایی های جاری به ما نشون میده. عزیزان گفتیم که به راحتی ما میتونیم بیایم دارایی های جاری رو تقسیم بکنیم بر بدهی های جاری و این چی رو به ما نشون میده؟ دوستان عزیز میاد به ما نسبت جاری رو نشون میده که هرچی نسبت جاری بالاتر باشه عددش برای ما بهتره و از 1 تا 2 برامون وضعیت مطلوبی رو منعکس میکنه. تا اینجا نسبت جاری رو اومدیم از اولین موردی که برای نسبت نقدینگی بود توضیح دادیم. مورد بعدی نسبت آنی هستش. خب ببینید دوستان عزیز برای نسبت آنی همونطوری که قبلتر خدمتتون اشاره کردیم یه عنوان دیگه‌ای هم هستش که ما استفاده میکنیم و احتمال این که در واقع بشنویدش زیاد هستش. یه سری ها میگن نسبت آنی، یه سری ها میگن نسبت سریع. این که میگیم نسبت آنی به چه منظوره؟ ببینید دوستان دارایی های جاری درسته که خب نقدینگی بالایی دارن نسبت به در مقایسه با حالا اون دارایی های غیر جاریمون، اما یه موردی که هست اینه که یک سری از این دارایی های جاری ما نقدینگیشون از بقیه کمتر. چی شد؟ ما دارایی جاری داریم که نقدینگیش بالاست اما بین خود اون دارایی جاری یه سری از این موارد هستن که خودشون نقدینگی پایینتری نسبت به بقیه دارایی های جاری دارن. ما توی نسبت آنی به صورت کاملا محافظه کارانه تر میایم چیکار میکنیم؟ میایم بررسی میکنیم و پیش خودمون این محاسبه رو انجام میدیم که از کل دارایی های جاری اون مواردی که نقدینگی پایینتری دارن مثل چی؟ مثل این 2 موردی که خدمتتون عرض میکنم، موجودی مواد و کالا و پیش پرداخت ها. مورد اول موجودی مواد و کالا که خب میدونیم تا حالا این مواد اولیه خریداری بشه، تهیه بشه، در واقع به دستمون برسه، وارد خط تولید بشه، بخواد تبدیل بشه به یک کالا، بخواد قیمت گذاری بشه و کلی پروسه در واقع طولانی. خب حالا ما نمیتونیم توی زمان خیلی کمی در واقع انتظار داشته باشیم که تبدیل به وجه نقد بشه و برای مثال اون وجه نقد از نظر مقداری برای ما قابل قبول باشه و زیاد باشه. خدمتتون عرض کنم که بنابراین ما موجودی کالا رو در نسبت آنی در نظر نمیگیریم. همچنین پیش پرداخت ها رو. چرا؟ چون ما یک پیش پرداختی رو در واقع
میدیم و حالا جزو دارایی‌های خودمون تلقی میشه که قبلا هم توی ویدیوهای دیگه توضیح دادیم چرا دوستان عزیز پیش پرداخت ها برای ما بدهی نیستن، دارایی هستن، با اینکه ما یه پولی دادیم اما چرا برای ما بدهی تلقی نمیشن و دارایی تلقی میشن. ممکنه که حالا ما از این تصمیم خودمون صرف نظر کنیم وقتی یک پیش پرداختی میدیم و اون مبلغ رو پس بگیریم یا اصلا به هر دلیلی معامله جوش نخوره، معامله به هم بخوره یا مشکلی پیش بیاد، پس این موجودی کالا و اون پیش پرداخت ها در نسبت آنی محاسبه نمیشن. یعنی ما میایم از کل دارایی های جاریمون این دوتا مورد رو کم میکنیم و سپس اون ادامه محاسبه خودمون رو که میگفتیم تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری رو انجام میدیم. بریم با هم دیگه بررسی کنیم. دوستان عزیز، گفتیم که عنوان دیگه ای داره نسبت آنی که بهش میگن نسبت سریع و این نسبت میاد چیکار میکنه؟ میاد محافظه کارانه تر توی دارایی های جاری برای ما کنکاش میکنه، بررسی میکنه و میاد موجودی کالا و پیش پرداخت ها رو اول کم میکنه از کل دارایی های جاری، بعدش میاد اونا رو تقسیم بر بدهی های جاری میکنه. دوستان عزیز، اینم تعریف نسبت آنی بود. نسبت بعدی نسبت وجه نقد هستش که خدمتتون عرض کنم آخرین مورد از اون نسبت مالی نقدینگی هستش. ما در واقع این نوع نسبت مالی رو محافظه کارانه ترین نسبت مالی نقدینگی میدونیم. چرا دوستان عزیز؟ به خاطر اینکه اصلا از اسمش مشخصه، نسبت مالی وجه نقد. ما میایم بنابر این نسبت چیکار میکنیم؟ میایم فقط دو مورد از دارایی های جاری رو در نظر میگیریم، فقط و فقط دو مورد. یکیش خود اون وجوه نقدی که شرکت داره، حالا وجوه نقد میتونه در بانک باشه، در صندوق باشه، کلا وجوه نقد به صورت کاملا قابل دسترس و قابل استفاده. و دوستان عزیز، مورد بعدی که استفاده میشه سرمایه گذاری های کوتاه مدته. هرچی که ما عایدمون بشه از این سرمایه گذاری ها دوستان عزیز توی نسبت وجه نقد میاد برای ما محاسبه میشه. به این صورت که عزیزان ما طبق این در واقع نسبت میایم اینجوری برداشت میکنیم که آقا اگر ما بخوایم دوستان عزیز بدهی های خودمون رو فقط از محل نقدینگی شرکت، یعنی از محل وجوه نقد و حالا اون دریافتی هایی که ناشی از سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده، اگه بخوایم با پول در واقع پولی که همین الان حاضره و در دسترس ما هستش بخوایم بیایم بدهی ها رو پرداخت بکنیم، قدرتمون به چه صورت هستش، به چه میزان هستش. اگر ما بخوایم بیایم با این نسبت بدهی‌های خودمون رو پرداخت بکنیم و فرضاً بدهیمون نسبتش 1 باشه، این نسبت در واقع دارایی‌های ما، این وجوه نقد ما اگر 2 باشن، یعنی که ما اومدیم 2 برابر آنچه که بدهی داریم فقط وجه نقد داریم دیگه. حالا این مهم نیست بقیه دارایی‌هامون چقدر هستن و خب طبیعتاً اگه اینجوری باشه این اصلا شرکت دیگه خیلی قدرت مالی بالایی داره. پس هرچی که این نسبت وجه نقد پایین تر باشه دوستان عزیز متاسفانه برای ما مشکل سازتر خواهد شد. خدمتتون عرض کنم دوستان عزیز همونطوری که اشاره کردیم محافظه کارانه ترین نوع نسبت نقدینگی همین نسبت وجه نقده که در 2 مورد دارایی جاری ما فقط استفاده رو مشاهده میکنیم. دوستان عزیز گفتیم که وجوه نقد و سرمایه گذاری کوتاه مدت جزو این موارد هستن. هرچی هم که پایین تر باشن در واقع مشکل سازتر هستن و نشون میده که ما از نظر نقدینگی قدرت کافی رو نداریم عزیزان. و این بود کلا نسبت مالی نقدینگی
میرسیم به نسبت مالی فعالیت. دوستان عزیز، این نسبت خودش دوباره شامل 4 تا مورد میشه. یکیش که نسبت گردش حسابهای دریافتنی هستش، یکی دوره وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها هستش. مورد بعدی اون نسبت گردش موجودی کالا هستش و نسبت در واقع دارایی ها که میایم بررسی میکنیم ببینیم که هر مورد در واقع توضیحش به چه صورت هستش. با من وارد اسلاید ها بشیم. گفتیم که نسبت مالی فعالیت دومین مورد از نسبت های مالیه که میخوایم امروز درباره‌اش صحبت کنیم. گردش حساب دریافتنی، دوره وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها، دوره گردش موجودی کالا و نسبت گردش دارایی ها از این موارد هستن. خب حالا بریم اون گردش حساب دریافتنی که با هم دیگه صحبت کردیم ببینیم که بیانگر چه چیزی هستش و این گردش حساب دریافتنی چی رو ما نشون میده. ببینید دوستان عزیز، ما گردش حساب‌های دریافتنیمون به ما نشون میدن که وصول مطالبات ما چقدر سریعه و سرعتش به چه صورت هستش. یعنی ما میایم اون فروش نسیه یا اون در واقع مبلغ درآمدی که از ارائه خدمات نسیه برای خودمون محاسبه کردیم و به دست آوردیم رو میایم تقسیم بر اون متوسط گردش حساب‌های دریافتنی میکنیم که هر چقدر طبیعتاً برای ما این دوره بیشتر باشه، یعنی اینکه ما زمان بیشتری رو صرف این میکنیم که منتظر بمونیم برای وصول شدن طلبمون و هرچی که این نسبت بالاتر باشه طبیعتاً برای ما مشکل سازتر خواهد بود. خدمتتون عرض کنم که دوستان عزیز همونطور که توضیح دادیم سرعت وصول طلب در شرکت رو میاد میگه به ما چجوری به دست میاد تقسیم فروش یا ارائه خدمات نسیه بر میزان متوسط حسابهای دریافتنی که این میاد به ما گردش رو نشون میده. دوستان عزیز هرچی هم که این نسبت بالاتر باشه در واقع سرعت وصول بیشتر هستش. البته اینجا منظور رو من اشتباه نرسونم دوستان، ما هرچی که این سریعتر برامون وصول بشه طبیعتا بهتر هستش، یعنی اینکه ما بازه زمانی کمتری رو صبر خواهیم کرد. مورد بعدی دوره وصول مطالبات هستش. دوره وصول مطالبات دوستان عزیز میاد چیکار میکنه؟ میاد به ما نشون میده که میانگین زمان وصول برای ما چقدر هستش و در واقع نشون میده که این به صورت میانگین ما چقدر باید منتظر بمونیم که بابت حالا هر رویدادی که برامون نسیه در واقع ثبت شده ما اون طلب خودمون رو وصول بکنیم و دریافت بکنیم. فرمول محاسبه‌اش هم توی اسلاید با هم دیگه مشاهده میکنیم. همونطوری که خدمتتون عرض کردیم دوستان عزیز میانگین زمان وصول مطالبات شرکت رو میاد به ما این مورد نشون میده که خدمتتون عرض کنم ما اون فروش نسیه‌ای که داشتیم توی مورد قبلی گفتیم که میایم تقسیم بر اون حساب‌های دریافتنی میکنیم، اما اینجا ما چون میخوایم دوره وصول مطالبات رو به دست بیاریم میایم فروش نسیه سالانه رو بر اون تعداد روزهای سال تقسیم میکنیم که چی به دست بیاد؟ که این متوسط فروش نسیه روزانه ما محاسبه بشه. متوسط فروش نسیه روزانه ما خودش یک مبلغی که ما میذاریم کنار و چیکار میکنیم؟ حسابهای دریافتنی رو میایم برای متوسط فروش نسیه تقسیم میکنیم. خب هرچی که این نسبت طولانی تر بشه یعنی دوستان عزیز زمان وصول ما طولانی تره
و زمان بیشتری رو ما باید صرف این بکنیم که منتظر بمونیم بدهی بهمون پرداخت به عذرخواهی میکنم طلب بهمون پرداخت بشه و اون بدهی که دیگران به ما دارن وصول بشه. مورد بعدی از اون در واقع نسبت مالی فعالیت دوره پرداخت بدهی هستش که ما میایم طبق این دوره محاسبه میکنیم که ببینیم به هر تأمین کننده ما اون خریدهای نسیه‌ای که داشتیم ازشون یا اون پولی که بهشون در واقع باید میدادیم و ندادیم بدهی داریم، میبینیم به طور متوسط چقدر زمان میبرن که پرداخت بشن و ما بدهیمون صاف بشه با تأمین کنندگان و اون افرادی که ازشون در واقع مبلغی رو در دست داریم و باید پرداخت بکنیم. خدمتتون عرض کنم دوستان عزیز، همونطور که خدمتتون گفتیم میانگین زمان پرداخت بدهی به تأمین کنندگان رو نشون میده. حالا ما اون متوسط حساب‌های پرداختنی که داریم باید بیایم تقسیم بر اون خرید نسیه بکنیم و وقتی که اومدیم حساب‌های پرداختنی رو تقسیم بر خرید نسیه کردیم ضرب در تعداد روزهای سال میکنیم که هر موقع این عدد بالا باشه یعنی اینکه ما خریدمون نقدی تر بوده و زمان کمتری رو سپری کردیم تا بیایم به یک فردی که برای ما تأمین کننده به حساب می اومده در واقع خوشقولتر باشیم و این بدهی رو زودتر باهاشون صاف بکنیم. پس هرچی که این نسبت بیشتر باشه یعنی که ما توی این مورد در واقع مشکل کمتری رو داشتیم. مورد بعدی دوره گردش موجودی کالا هستش دوستان عزیز که میاد به ما چی رو نشون میده؟ میاد به ما نشون میده که ما میانگین سنی کالا برامون چقدره و این میانگین سنی کالا منظورم از اون فرایندی که خدمتتون قبلتر توضیح دادم از روند مواد اولیه تا تبدیل شدن به کالا چقدره و اون متوسط در واقع خود این عنوان رو ما باید بیایم و تقسیم بکنیم و به راحتی محاسبش بکنیم طبق فرمولی که اینجا توی اسلاید مشاهده میکنید. این صحبتی بود که خدمتتون عرض کردیم، گفتیم که نشانگر میانگین سنی کالا هستش. حالا از اون اول که مواد اولیه هست تا فروش کالا تا اون تکمیل نهاییش قبل از فروش و خود فروش کالا، متوسط موجودی مواد و کالا رو ما دوستان عزیز باید بیایم چیکار بکنیم؟ باید بیایم تقسیم بر مبلغی بکنیم که بهش میگیم بهای تمام شده کالای فروش رفته و هر چی که این عدد بیشتر باشه یعنی ما این روندی که داریم مشاهده میکنیم در شرکت، روند حالا گردش موجودیمون، این دوستان عزیز برای ما طولانی تره و زمان بیشتری رو از ما میگیره تا تبدیل بشه به یک کالای آماده برای فروش و به فروش برسه و در واقع برای ما سودآوری انجام بده. آخرین مورد از نسبت مالی فعالیتم نسبت گردش دارایی هستش. ببینید دوستان عزیز، یک نسبت مهمیه این نسبت گردش دارایی که نشون میده ما درآمدزایی شرکتمون به چه صورتی هستش و از محل این دارایی‌هایی که داشتیم چقدر تونستیم بیایم و یک درآمدی رو برای خودمون به وجود بیاریم، برای خودمون ایجاد بکنیم و محاسبش هم به این شکل هستش که توی اسلاید میبینید دوستان عزیز. ما قبلش حالا توضیح دادیم که میاد درآمدزایی رو منعکس میکنه و بهره‌وری رو به ما نشون میده. البته که اشاره به این موضوع نکردیم، منظورمون اینه که از هر واحد دارایی دوستان عزیز این بهره‌وری به چه صورت هستش و به چه میزان در واقع برای ما
درآمدزایی انجام داده. ما درآمد فروش رو باید بیایم چیکار بکنیم دوستان عزیز؟ تقسیم بر میانگین کل بکنیم، تقسیم بر میانگین کل دارایی ابتدای دوره و پایان دوره، که خب طبیعتا دوستان عزیز ما چون این نسبت گردش دارایی رو داریم درباره‌اش صحبت میکنیم و گفتیم که نشون میده ما چقدر بهره بردیم برای درآمدزایی، هر چی که این نسبت بالاتر باشه یعنی بهره‌وری شرکت ما بالاتر بوده. خدمتتون عرض کنم که دوستان عزیز تا اینجا این مورد بیان شد خدمت شما و ما رو رسوند به نسبت مالی سودآوری و این خیلی 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 مهمه عزیزان. چرا؟ به خاطر اینکه این سومین در واقع نسبت از نسبت مالی هستش. بریم با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم که تعریفش چی هستش. نسبت مالی سودآوری در واقع هدف اصلی مدیریت رو میاد بیان میکنه. هدف اصلی مدیریت چیه؟ اینه که بیاد حد اکثر کنه اون میزان حقوق مالکانه و حالا دارایی هایی که سهامداران و سرمایه‌گذاران در شرکت دارن. هیچ هدفی براشون از این مورد بالاتر نیست. پس این مورد به ما چی نشون میده؟ به ما نشون میده که ما از نظر سودآوری در کجا قرار داریم. این نسبت اون هدف اصلی و کلیدی مدیریت رو به ما نشون میده. طبیعتاً این سودآوری بسیار 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 برای تمام مدیران مهم هستش. خدمتتون عرض کنم که ما هدف اصلی مدیریت رو گفتیم که سودآوری در نظر میگیریم که خب طبیعتاً باید بیاد اون میزان بازده و داشته های سهامداران رو بیشتر بکنه و به بیشترین حد خودش برسونه، که در رابطه با مورد سود خالص عزیزان اینجا اشاره خاصی نکردم، فقط نوشتمش که دقیقاً به موقعی که رسیدیم به این مورد به شما عزیزان اطلاعات لازم رو ارائه بدیم. ولی خب فعلا تا اینجا بدونید که این سود خالص و نسبت سودآوری ما از این نسبت به دست میاد و برای سهامداران خود این نسبت مالی یک ابزار هستش. نمونه های این نسبت در واقع سودآوری هستش که اینجا حالا خدمتتون میخوایم مواردش رو بگیم و بیایم با هم دیگه هر کدوم رو بررسی بکنیم. حاشیه سود عملیاتی ما داریم، حاشیه سود خالص ما داریم، حاشیه سود ناخالص داریم و بازده حقوق و صاحبان سهام، که هر مورد رو حالا به صورت کلی خدمت شما عزیزان توضیح خواهیم داد. به هیچ عنوان این مطالب رو صرفاً بهشون یک اشاره کوچیک نخواهیم کرد. بریم با هم دیگه موارد مذکور رو بررسی بکنیم. خدمتتون عرض کنم که گفتیم نمونه های نسبت حاشیه سود خالصه، حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود ناخالصه و بازده حقوق صاحبان سهام و حالا دارایی ها. ما حاشیه سود خالص رو در ابتدا نوشتیم و میایم در رابطه با همون صحبت میکنیم. ببینیم که حاشیه سود خالص چی هستش. تمام درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی. چی شد؟ تمام درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی شامل این مورد هستند. پس این مورد رو به خاطر بسپرید که ما توی این نسبت میایم با همدیگه بررسی میکنیم. میگیم این حاشیه سود خالص چیه؟
حاشیه سود خالص به ما نشون میده که از هر واحد فروش چقدر سود به دست اومده و تمام هزینه ها و درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی هم توی این مورد دخیل هستن و اثرگذاری خودشون رو به ما منعکس میکنن که خب ما زمانی میتونیم بیایم این نسبت رو به دست بیاریم که چیکار بکنیم عزیزان؟ بیایم با همدیگه محاسبش رو انجام بدیم. محاسبش به چه صورت انجام میشه؟ توی اسلاید با همدیگه بررسی میکنیم. خب گفتیم که حاشیه سود خالص میزان سود شرکت از هر واحد فروش رو به ما نشون میده، شامل تمام درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی میشه که خب توی این نسبت چیکار میکنن دوستان؟ برای ما اثرگذار هستن. ما فقط کافیه که بیایم این سود خالص رو بر فروش خودمون، چی شد؟ سود خالص رو بر فروش خودمون تقسیم میکنیم تا حاشیه سود خالص برای ما به دست بیاد. دوستان عزیز، این حاشیه سود خالص بود که خدمت شما تعریف کردیم. حالا ببینیم این حاشیه سود خالص آیا معیار قوی تری هم داره؟ بله، حاشیه سود عملیاتی دقیقاً میاد چیکار میکنه؟ به ما نشون میده که اصلا این سود خالص معیار ضعیفتریه برای سنجش سودآوری. یعنی ما سود عملیاتی خودمون رو معیار قویتری برای سنجش میزان سودآوری شرکت در نظر میگیریم. به چه صورت هستش؟ چرا حالا میگیم معیار قویتریه؟ به این دلیل که تمام این سودآوری ناشی از فعالیت‌های عملیاتی ما، تماما ناشی از فعالیت‌های عملیاتی ما و هزینه‌هایی مثل هزینه‌های مالی و در واقع حالا اون هزینه مالیات، اینا اصلا جزو این مورد حساب نمیشن. این اقلام توی این مورد محاسبه نمیشن و برای حاشیه سود عملیاتی کافیه که ما بیایم اون مبلغ سود عملیاتی خودمون رو تقسیم بر فروش کنیم. بریم با هم دیگه بررسی کنیم دوستان، ببینیم به چه صورت هستش. اشاره کردیم که حاشیه سود عملیاتی یک معیار قوی تری برای سنجش سودآوری هستش، همچنین ناشی از فعالیت‌های عملیاتی ما که حالا اقلام غیر عملیاتی مثل این هزینه مالی و مالیات در این حاشیه سود عملیاتی محاسبه نمیشن. و خدمتتون این مورد رو هم بگیم که تقسیم سود عملیاتی بر فروش باعث این میشه که ما بیایم حاشیه سود عملیاتی رو به دست بیاریم. خب حالا ما یه حاشیه سود دیگه هم داریم که اشاره کردیم، حاشیه سود ناخالص هستش. حاشیه سود ناخالص چی به ما نشون میده؟ نشون میده که ما وقتی هزینه‌های تولید رو بیایم کم بکنیم، در واقع چقدر سود داریم پس از اینکه اومدیم یک دارایی رو برای خودمون، حالا یک کالایی رو، یک دارایی رو ایجاد کردیم و به فروش رسوندیم. این سود ناخالص چیزی هستش که به ما نشون میده ما قبل از اینکه بخوایم هیچ هزینه‌ای کم بکنیم، قبل از اینکه بخوایم بیایم و جز به جز موارد رو کم بکنیم تا برسیم به سود خالص، چقدر به صورت ناخالص حاشیه سود به دست میزان سود به دست آوردیم. حالا اگه بخوایم حاشیه سود ناخالص رو محاسبه بکنیم، کافیه که بیایم این سود ناخالص رو تقسیم بر فروش خودمون بکنیم تا حاشیه سود ناخالصش به دست بیاد. پس گفتیم که میاد حاشیه سود ناخالص شرکت رو از نظر میزان سود ناخالص بررسی میکنه و نشون میده که چقدر سود ناخالص داره. این پس از کسر هزینه‌های تولید به ما نشون میده که ما زمانی که سری هزینه‌هایی رو انجام دادیم و اومدیم کالایی رو تولید کردیم، بعد از این هزینه‌ها چقدر در واقع برای ما میزان سود باقی میمونه که حالا البته یک سری هزینه‌ها باید خود این موارد ازش کم بشه تا برسه به سود خالص.
گفتیم که محاسبه حاشیه سود ناخالص شرکت هم به این صورت هستش که ما میایم سود ناخالص رو بر فروش خودمون تقسیم میکنیم. مورد آخر بازده حقوق سهامداران بود. همونطوری که قبلتر خدمتتون عرض کردیم دوستان خوب، این مورد از وظایف و اصلا اهداف اصلی مدیریت در هر شرکت هستش که بیان دارایی های سهامداران رو حد اکثر کنن و به حد اکثر برسونن. خب اگر این کار رو انجام بدن و ما مشاهده بکنیم که سهامداران سود ناشی از سرمایه گذاری براشون در واقع حاصل شده، اگر ببینیم دارایی هاشون افزایش پیدا کردن، خب طبیعتا متوجه میشیم که اصلا این خودش یک نشونه هستش، یک نسبتی هستش که به ما کمک میکنه درک بکنیم که اصلا این شرکت خودش برای سرمایه گذاری فرصت های زیادی رو دیده و ازشون استفاده کرده و به سهامداران و سرمایه گذاران خودش این فرصت رو داده که بیان استفاده بکنن و داشته های خودشون رو افزایش بدن. خب پس اشاره کردیم دوستان عزیز، میاد موفقیت مدیریت رو توی افزایش حقوق صاحبان سهام منعکس میکنه که ما میایم میبینیم این حقوق صاحبان سهام چطوری افزایش پیدا کرده. حالا برای اینکه محاسبه هم بکنیم ببینیم که بازده حقوق سهامداران به چه صورت بوده، کافیه که بیایم سود خالص رو تقسیم کنیم بر یک بخش مهمی در صورتهای مالی که خب کدوم بخشی که مهمتره و به حقوق صاحبان سهام و سهامداران اشاره مستقیم میکنه؟ حقوق مالکانه. زمانی که ما بیایم سود خالص رو تقسیم بر این مجموع حقوق مالکانه بکنیم، این سود حاصل از سرمایه گذاری رو به ما نشون خواهد داد. مورد آخر بازدهی دارایی ها که این بازدهی خودش میاد چی رو نشون میده دوستان خوب؟ میاد به ما نشون میده که خود دارایی ها چه در واقع نقشی داشتن در ایجاد حالا اون درآمد و افزایش اون سودآوری و آیا ما تونستیم به صورت خوب و مناسب بهره‌وری رو در پیش بگیریم زمانی که خواستیم از این دارایی‌ها استفاده بکنیم یا خیر. و یک معیاری هستش که ما میتونیم این رو هم برای سنجش موفقیت مدیریت در نظر بگیریم. کافی هستش که بیایم تقسیم خودمون رو بر مجموع دارایی‌ها انجام بدیم. همونطوری که خدمتتون عرض کردیم معیار بهتریه برای سنجش موفقیت مدیریت که نشون میده ما دارایی ها رو به صورت کاملا مؤثر استفاده کردیم و اشاره کردیم که وقتی ما بخوایم محاسبه بکنیم و ببینیم که این بازده دارایی ها چقدر بوده، فقط کافی بیایم سود خالص رو تقسیم بر جمع دارایی ها بکنیم که نشون بدیم این میزان سودآوری از دارایی ها در یک شرکت چقدر بوده. خب خدمتتون عرض بکنم دوستان عزیز، ما رسیدیم به نسبت مالی اهرمی یا حالا نسبت بدهی شرکت. همونطوری که خدمتتون عرض کردیم یک عنوان دیگه همین نسبت مالی اهرمی یا حالا نسبت اهرمی داره که بهش میگیم نسبت بدهی. این نسبت بدهی عزیزان خودش خیلی 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 مبحث گسترده‌ای داره همونطوری که اشاره کردیم و میاد نشون میده که ما توانایی بازپرداختمون به اون افرادی که از ما طلبکار هستن به چه صورت هستش. و توی این ویدیو در واقع این مطالب رو ما نمیتونیم
به صورت کامل خدمت شما توضیح بدیم، پس ما این ویدیو رو در واقع در اینجا به اتمام میرسونیم و نسبت‌های مالی اهرمی رو یا نسبت بدهی شرکت رو در یک ویدیوی مجزا برای شما عزیزان توضیح خواهیم داد. اما خب به صورت کلی این رو خدمتتون گفتیم که یک عنوان دیگه ای داره نسبت مالی اهرمی که بهش میگیم نسبت مالی بدهی و میاد نشون میده که حالا اون بازپرداخت بدهی های شرکت به چه صورت هستش و اینکه اون سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان که ما در بلند مدت باهاشون در واقع میخوایم همکاری داشته باشیم چقدر در واقع ریسک میکنن که بیان در واقع روی ما سرمایه گذاری بکنن و اعتبار به ما تخصیص بدن و اینکه ما چقدر در بازپرداخت این بدهی ها توانمند هستیم که همونطوری که اشاره کردیم توی یک ویدیوی دیگه به صورت اختصاصی در رابطه باهاش صحبت میکنیم. عزیزان همونطوری که توی این اسلاید مشاهده میکنید ما راههای ارتباطی هم برای شما عزیزان گذاشتیم که از طریق وبسایت nukhbehesab.com، از طریق تلگرام و اینستاگرام ما که با آیدی nukhba_حساب هستش میتونیم در ارتباط باشیم و ویدیوهای ارزشمندی رو برای شما عزیزان اونجا بارگذاری کردیم، محتوای بسیار خوب. همچنین حالا براتون از طریق سایت هم مقالات آموزشی و پادکست هایی رو تدارک دیدیم که به راحتی میتونید استفاده کنید. باز هم مجددا دوستان عزیز خدمتتون این موضوع رو یادآور میشم که تمام دوستان عزیزی که در حال تماشای این ویدیو هستن میتونن کتاب ایستگاه پایانی تهیه صورت‌های مالی رو با قیمت در واقع تخفیف خورده تهیه بکنن و فقط کافیه که وارد سایت بشن و از این کد تخفیفی که اینجا روی صفحه نمایش داده شده استفاده بکنن و با هزینه ارسال رایگان این کتاب ارزشمند رو تهیه بکنن. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. امیدوارم که این مطالب برای شما مفید بوده باشه. مراقب خوبیاتون باشید. خدا نگهدار.